کال نره با بازار، کور نره با عموم. چی گفتی؟ بله. بیا بیا بیا. همین گپ خود دوباره تکرار کو. چی؟ همین گپ کامل گفتی پیش ما تیر شدی دوباره. ما به تو نگفتم. بگو همین گپ که گفتی اول پیش ما تیر شدی تکرار کو. چی گفتی؟ کال نره میگه با بازار، کور نره با عموم. خب تو چه کار؟ که توی تو میگی کال نره با کجا؟ خب من چه میگم به تو؟ چی گفتم به تو؟ بغیر از مکینه بتانی کجا کثیر میشه. بغیر از مکینه به منطقه کا کال باشه. که تو میگی گپ میزنی. اون نانه هم کاله دیگه. نانه من مگارم بگم نره. همین گپ با تو کی گفتم؟ کی؟ همین گپ با تو کی گفتا کال نره با بازار، کور هم نره با عمو. کور نره با بازار، کال هم نره با عمو. دیشب خوشوم اختلاط کرده. خب تو چرا به تا کوچه می گپ میزنی؟ خب من به تو گفتم. شاید من به نانه خو گفته باشم. اما تا سال نانه من مثل کسی خیراتی بری لاق نیه چی. سرقی بغیر از من دیگه کسی هم کالاس سیکو. خنده نکو. راست میگم تا تو مثل جدا سلام خوش شده. خوش شده چرا من طلاق میگی؟ من به تو نگفتم که در من نیلو به تو نگفتم. به کی گفتی پا؟ چی به نانه خو؟ با می کوچه بغیر از من شو. اون بغل دیوار سیکو بغل دیوار. بغل دیوار. بغل دیوار اون مار جعفری. ایلاک مر مسخره میکنی تو. بردان من باشه اگه دروغ بگم. اگه دروغ بگی سیکو. اگه دروغ بگی سیکو. کال نره با بازار، کورم نره با عموم. تو کینی؟ بله. تو کینی؟ بیایی؟ بله. بیایی؟ دست بیاسا مامو. بیایی تو؟ گرد میزنی؟ دست باسا. کال نره با عموم، کورم نره با چه با بازار. تو پیش بیای یک دفعه من پیش بیای یک من به تو کار دارم. چرا نشلخته ماما نوروز؟ تو بیای یک دقیقه. بس لخته. تو گیلک نی؟ ها. تو بیا بیا بچه خاله زلیخا. بیا تو بیا که تو کار دارم. بده. چی کار داری؟ تو بیا پیارم بیا که تو کار. گیلک بیا که تو کار دارم، بیا که تو پولی بدم بیا. بیا که تو پولی بدم بیا. دست بیاسا. بیای تو بیا یک دقیقه بیا که تو کار دارم بیا. چی میده ماما؟ بیا که تو پولی بدم بیا. پوله؟ بیا که پولی بدم بیا. چره کمر بزنه. تو بیا من تو کار ندارم گیلک جان تو رفیق من هستی تو بیا. تو بیا که تو پولی بدم بیا. بده. بیای تو بیا. آره. تو بیا. بیای. گیلک جان. آره. تو بیا آره بگیرین دستمه. کو آسا خود پرتردی. آسا خورده دو میفته کن. بیا که تو پولی بدم. تو بیا. ماما نمیرد 420. ندارم تو میگو پولی بدم. بیا گردن بند بشه اگه کار بزنم. تو بیا قسم خورده. بیا دیگه به تو کار ندارم. تو بیا. آره. بیا مهدی. خوب. خی نه چی چی گفتی؟ خدا بد کردم. تو صاحب کن. تو چی گفتی؟ بکنم میگی؟ نه بد کردم. باید بدن تکرار کن. چی گفتی بدی؟ تو کار برفته با عموم. شما برفتون به بازار. با ما شغل پیاز کجا؟ اول خودم هم پیاز بگیر. دیگه گاز بدن سن. بده. رات تو بخاک. حالا با عموم کار هر به بازار. برو دیگه. رات تو بگو. بخیر از این به تاش ماما نوروز.
صورتا که تو به قبرستون چطور ایت کارا یاد گرفته که کل نره به عموم و کلم نره با بازار. تو مر مسخره میکنی ها؟ چکار مامان امروز خیریت باشه. تو کینی؟ منو کجیرو. کجیری؟ چرا میگی لکنو بلد نی؟ بلدو همسای ما و شما نیسته بلدیو. اخبری بداستم بفته که بیشتر جونه نمیخونم. این امرو به من میگه کل نره به عموم کلم نره با بازار. مسخری از اینو مرد سفیدی. ای رنگه کجی ساده به خود تو بگی من تو هم درس رو ببره که من به درس رو بلد به شما میگو. بگی تو هم درس رو گیلک رو ببره. خوب ما نورد مدت گیلک بیایید میایید گیلک میفهم خود که ما سادی مدام همی من خود پیاری گردون و اگه پیاری نه مداری که هست دیگه یک ملک خاک که هست رو سرانه که خودونو گردون که برون خودونو گردون دیگه من مادر سفید من مسخره میکنه. شما بیایی مامان نورد بیایی من برون خودی از اینا گپ میزنه شما دل جمع باشید. بیایی همین جگاه استاد چیم بیایی همین جگاه استاد چیم که من در زنم. دیکو خجالت نمیکشه تنی خوب فقط تنی شطور میمونه ما رو مسخره میکنه. خیلی مامان مادر سفیدی شما به دل نگیرید. کی بود؟ مانی خاله کی نینانه؟ منم کجیرو خاله چی بستی؟ گیلک به سرایه نه بدار رنگه که گیلک به چی شما به زیر خاک چه خوبه. چه کار شده با چه کار شده؟ چه کار شده بابا من امروز گفته کور نره و بازار کل نره به همون همین گپا خوبیت داره مرد کلونی به مثل پیار ما و چمانه اون مسخره کنه. نه خوبه چه مسئولی نمیفهمه که شما به دل خونه اگریم خیره به خورده سادگیه این عقل کمال تربیه دیم عقل کمال یاد دیم بریو خوب چی بود؟ سرمایه خوب چیزیه که مرد سفید من مسخره میکنه. ماما جو عقب زده که ما دیوونه شدم به گپ من نمیفهمه هرچی که بزو میگم محمود هم که بدر شد به کوچه باز یک لاره تیار میکنه خوشته کنه ماما جو به پول همی که نمیفهمه خاله دم ایش به پول ببرید در دهنه و بعد این کور به او کو میزنه. رنگه که از این بخواد باشه به سرا بیاییم خودی خاله بچه خور کلون کردی تربیه بری و یاد ندادی عقل و کمال و شعور یاد ندادی گلک تا به کی ماه همیت بی سر نوشت و بی سر پرست به تعدیدی باشه مردم دی هم عدس یادیت هم به می رقم هم میشه نه تا کی ما تحمل کنی کجو کار گلک نادیده بگیری خوبیت نداره خاله گلک پوچونی بفهمونی امالی عدیوز زنه خونه نمیدیش بچه های همسین سال ببی مبی خیلی خاله بازی خونه اگری ماما جو همشیره جان همشیره سگو چی میگو با پیاره بگیم یک چور چپادیور بزنه که بلکم خوب بفهمه اگر مردم مسخره نکنه ماما در بودن گلک بگی دست تو بچه اشته کنم خوب ماما جو خیلی نداره شما خیره بازی خونه اگری پیاره بگو چی بگم هم میگه ببخشم شما مردم افغانستان میتونه خصلت داره که مردم بکشی میگیم ببخشی چی بخشیدن چی کاری چی بفهمونیم بچه خوب بفهمونیم باشه پیاره به سهرهای باشه بیایه یعنی دست از بچه میشته کنم رنگه که تو بچه بخواه سلام علیکم ماما شا گلشتنه. سلام علیکم کیار هستیم؟ اشتنی خوبه کیاری حال بخیره ماما جو جان سه کنه یک 4 کلمه گپ من شما بگم بفرما این بچه شما گیلک امرو پیار من رو تک پیچه بدیده بود به پیار من مگه کور نره به بازار نره کل نره به همون خود شما میفهمی ماما جگر که پیار من چشما خو نابینایم دل نمیشکنه بیامدم به خونه میگن سه که دو گیلک به آدم کلون امروز زن نمیفهم به من میگه کور نره به بازار نره کل نره به همون یعنی به نظر شما همین کار خوبیت داره که آدم به یک آدم موی سفیده که مثل پیار آدم جفنگ بگه نه ماما باور کن من که راضی نیم که یک کلمه گپ یادن میادن بچه من بد میشه بازم این ساده یه غم نداره شما به دل خود نگیرین نافهمتره بیعقلتره دیگه بابا جگر سه کنین پیشی بشریده دیگه همین ساده هم اگه 4 کلمه آدم این نصیحت کنه فرض مثال بزوی بهرومی بگه پیر جو بابا جو روی تو و دل من مردم به عذاب نکو به مردم جفنگ نگو مثلا آزار و اذیت به مردم ضرر نرسونه همین ساده هم به گپ میفهمه شاید شما و مادر اون نصیحت نکنه باور کنیه باور کن شو روز نصیحت ما همینه که بابا جان گپ گنده به کسی نزدیم
مردم مزاری نکو، برا خود راسته برو راسته بیا، به کسی آزار نرسونی دیگه. چکا کنم؟ او خیره باشه حالا کم شما او بفهمونه معنی به او ببینم من بزرگ چیزی نمیگم. شما او بفهمونه خوبیت نداره دیگه. شما به چیز خود ببخشیم و بابر که به سرا برم، یعنی چکا کنم؟ 100 دفعه لط کردم، بزدم، دو دادم، بازم من میرم با مادری هم میگم، من خود مور میشنم، نصیحت میکنم به دیوار آدم ریش سفیدیه، مردم نابینای دل میشکنه، دل نرنجون بعد آخی انسای ما و شما. خیلی با شما مجد ببخشیم ما خواهش میکنم. خدا حافظ شما. خیلی